دیر از آمدیم بی‌نظمی بود، سیستم بایومتریک بسیار خراب بود، کارمندان وجود نداشتن، فقط 3-4 نفر بودن که هم کار نمیکردن و امروز هم دیر از انتخابات نشده. امروز باز آمدیم که سرنوشت خود تعیین کنیم. در بستر ما انواعی از آدما وجود داره که آمده سرنوشت خود تعیین کنه. باز هم کارم بسیار به کندی پیش میره. امیدواریم که رای داد بتونیم. محمد فراد صدیقی 34 مشکلات وجود داشت که ماشین بایومتریک مشکل داشت و همین لیست نامای کسایی که همینجا بود یگان نفران نامایشان اصلا وجود نداشت.